سلام بچه‌ها، چطورین؟ من برگشتم با یه ولاگ دیگه. منتها این ولاگ یه ذره متفاوت از ولاگ‌های دیگه است. چرا؟ چون من رفتم یک ایونتی که یک سری بلاگر، میکاپ آرتیست و اینفلوئنسرهای معروف ایرانی اونجا بودن که احتمالاً همه‌شون رو میشناسید و خودم که خیلی دوستشون دارم و اونجا حالا اینا رو تو خود ولاگ میبینید، ولی در کل میخواستم اینو بگم که من واقعا افتخار میکنم که ایرانیان تو کشورهای دیگه انقدر دارن پیشرفت میکنن و شما نمیدونین چقدر سخته که بخوای به اینجایی که الان بچه ها رسیدن برسین. منی که الان دارم تولید محتوا میکنم و خیلی دارم تلاش میکنم که محتوای خوب تولید کنم، بتونم به یه جایی برسم و بخوام یه اسمی در کنم، چقدر این کار واقعا سخته. واسه همین الان میفهمم که بچه ها چه مسیری رو رفتن تا به اینجایی که الان هستن برسن. واسه همین خیلی بهشون افتخار میکنم. فقط بحث این نیستش که بخوای اسم در کنی یا معروف شی، بحث اون مسیریه که چقدر تلاش و پشت کار باید داشته باشی. واقعا سخته بچه، اینو جدی دارم میگم، مخصوصا این که تو مهاجرت هم این کار رو انجام بدی، یعنی توی کشور دیگه، زبان دیگه، یعنی شرایط محیطی خیلی متفاوته و واقعا کار راحتی نیست و من افتخار میکنم که بچه ها انقدر پیشرفت کردن. واقعا خیلی افتخار میکنم بهشون و خیلی هم دوستشون دارم و از نزدیک که دیدم چقدر فروتن، چقدر مهربون، خیلی بچه های ماهیان. حالا من اضافه گویی نکنم، بریم ببینیم برگردیم. چرا برگردیم؟ چون اونجا به ما یه گیفتی هم دادن که من میخوام اون گیفتم باز کنم براتون. بریم برگردیم. داشت با از دست دادن بوی انگار همه چیزشو داشت از دست میداد. شنل مغرور سعی کرد جلوی بوی بین ستامزونی که داشت میگذرون و تو کارش هر روز از روز قبل موفق تر بود. نفر بعدی که قرار بود بعد از مرگ بوی، شنل ذره ذره کرد. یه کاغذ جلوش گذاشته بود و روش مینوشت کاپل کوکو. اسم اصلی بوی کاپل بود دیگه. بعد هم حروف مختصرشون رو نوشت. 2 تا حرف سی در کنار هم بنشون. آرش هم نصفه است. من اینقدر ذوق زده شدم که گریه هم نمیاد. اینجا دیگه همه در حال ولاگ در ولاگ، ولاگ در ولاگ. چرا نمیگی؟ بگو چی گفتی الان؟ ساینا من سمیرا. این سمیرا الفت ساینا شد. حیف نمیتونم حرف دلم ما یعنی از نزدیک باید ببینینش، عاشقش انقدر ماهه. Going to start in a few minutes, okay? Yes. They are taking pictures. Yeah, let them take pictures.
palette, it has double-ended brush. So the fluffy brush, it will diffuse and remove some harsh line. While the smaller brush, you can also use this one to do some lining and precise. Then tap the excess. You see two powder then? Tap the excess. And then what I'm going to do, just do the tapping motion. Okay. Apply it all over the crease area. Blend it back and forth. You have to make sure no harsh line from the outer corner of the makeup, and at the same time, of course, you can easily apply it on your everyday eye makeup. Yes. Also, she's asking on here that if the palette can be used on your cheek as a blush. Yes, the answer is yes, because the pink shade can be used as your blusher. Okay? And at the same time, I'll show you how to use it. آره نمیدونی؟ هیچ نداری؟ دیدم آره خوش آمده For a lovely demo by the amazing Nar, and please stay around. We have a set of fun activities for you all. So please stay around after the class and hopefully you all enjoy. Thank you so much. That's all from my side. Like I said, after this, we'll be having a free consultation regarding with the Aruba eyeshadow palette. So feel free to look around and try, do some shade matching, really that matches your personality, your persona. Okay, thanks everyone. See you around. Thank you, Shakira. Thanks for having us. Thank you for coming. Thank you. یعنی چه افتخاری بالاتر از این که من یک میکاپ آرتیست بین‌المللی رو دارم. میشناسم، خیلی محبت داری. خیلی خوشحال شدم. خیلی میبوسم. حالا میریم اون بر مردیه رو بریم ولاگاشون رو میبینیم نصف کنیم. عزیزم، قربونتون برم. اگه فکر کردی همین رو تمام نه عکس کردی هر کاری که بگی I'm your girl. من اینجام. قربونت برم بر بچه چی حالا بلا من تو نگاه نمی‌کنم بچه‌ها بلاگاشو نگاه کنید. آی جیگرت برم. حتما به زودی زیاد میشه. جیگرت برم. Let's go down and do it here. Kamera چی میگه؟
مرسی که تا اینجا این ولاگو نگاه کردین. امیدوارم که دوست داشته باشین تا اینجا و بریم که گیفت رو باز کنیم و بهتون نشون بدم که توش چی بوده. حقیقتا من وقتی رسیدم خونه باز کردم و خیلی ذوق کردم. به خاطر چی الان بهتون میگم. این کیفیه که دادن، جنسش هم پارچه‌ای خیلی باحاله. حالا توش چیه؟ بچه اینا خیلی بانمکن. من همیشه دوست داشتم یه برند اینو به من گیفت بده و هیچ کس به من نداده بود تا حالا. اینو بهم گیفت دادن. بعد اونجا یه گردونه بود، احتمالاً تو ویدیو دیدین، میچرخوندی یه گیفت دیگه بهتون دادن. بعد دوباره از اینا بردم 2 تا الان، چون آرزون بود 2 تا دارم الان. و یه ریمل از برند H&M. من قبلا خودم یه ریمل H&M خریده بودم، خیلی هم ارزون گرفتم، بد نبود کیفیتش، ولی اینو نگرفته بودم. سریش به نظر خوب میاد. حالا امتحان میکنم بهتون میگم خوبه یا نه. مرسی که ولاگ من رو نگاه کردین. امیدوارم که دوست داشته باشین. لطفاً سابسکرایب، لایک، کامنت برام بذارین. این کارا به من بیشتر انگیزه میده تا بتونم محتوای بیشتری تولید کنم و امیدوارم که دوست داشته باشین. خیلی دوستتون دارم. شب خوبی داشته باشین.